خیلی مخلصیم. اول بذار خودم معرفی کنم. من پارسام یه آدمه که 21 سالشه، تو این کشور داره زندگی میکنه و اینکه خب دانشجوی معماری ام و حالا کارم تو صنعت ورزش و باشگاه این چیزا. صنعت ورزش باشگاه. خواستم این ویدیو رو بگیرم، حالا نمیدونم نقطه شروعی باشه یا نقطه ادامه‌ای باشه، چیزی که بگم مثلا یک آدمی که جوونی که مثلا دهه 80 که تو این دوره داره زندگی میکنه وضعیتش چجوری و این چیزا. یکی اینکه گرفتن این ویدیو مثلا یه بخشش مثلا به خودم دارم به خودم کمک میکنم که بیشتر برای خودم بازو کنم، ببینم وضعیت زندگی خودم در چه حده. بعدش هم مثلا حالشو ندارم ویدیو رو بگیرم، ولی نمیدونم چرا گفتم بگیرم بهتره. یه دوره‌ای از خیلی حال دارم، اون موقع نمیگیرم، بگیرم فوق العاده میشه. این دوره اینجوریه که اول از همه چیز مثلا تو این سن تو این کشور خب دلار گرونه، سکه گرونه، بعد همه چی گرونه، قیمتا فوق العاده بالاست. یعنی تو یه چیزی که نمیتونی انکار کنی. اگه مثلا 5 6 سال پیش بود، اگه هر وقت گرونی میشد، مثلا تو میتونستی با یکی دو شیفت کار بیشتر حلش کنی که بازم حل نمیشد. ولی الان چیزی که انکار ناپذیره، باید بپذیریم که گرونه، سخته و سختی هم نیست که بگیم که با مثلا کار بیشتر حل میشه. حلم نمیشه، شاید بدتر شه، مطمئنا هم چیزی هست. ولی اولین چیزی که کمکمون میکنه، من خودم به نسبت خودم به خودم کمک کردم، یعنی باعث شد که فراموش کنم یا کمتر سخت بگیرم، اینه که اخبار رو دنبال نکنیم. اخبار رو دنبال نکنیم. من خودم اخبار اصلا 4 سال اخبار رو دنبال نمیکنم. نه چیزی عوض شد تو، ببین عوض شد که منظورم نه اتفاق بدی افتاد. اخبار اون انرژی منفیایی که بهت وارد میشه رو اصلا دنبال نکن. قیمت میره بالا، دلار میره بالا، طلا میره بالا، تو هیچ کاری نمیتونی بکنی. بری دنبال کنی، بری بشینی بخونی، قصه بخوری، طلا میگیری دستت، چی میشه؟ هیچ. قصه میخوری، قلب درد میگیری، مثل من که از بچه قلبم مشکل داره، الانم قلبم درد میکنه. به یه ورد باشه. دنبال نکنین چیزا رو. من آدمی حرفا میزنم اصلا آدم موفقی نیستم. حتی اگه اینجوری هم نمیگم، حتی اینجوری هم این جمله رو نمیگم که مثلا از نظر خودم موفقم، شما مثلا منو موفق ندونید. نه بابا، من خودم حالا پایین نیاریم، ولی خب داریم میگذرونیم دیگه، به سختی داریم میگذرونیم. خدامونم شکر میکنه. همیشه شکرگزارم، واقعا میگم شکرگزار باشیم در هر شرایطی. چیکار میکنیم؟ ناشکری کنیم میگذره؟ پس بهتر شکرگزار باشیم. اینکه اصلا اخبار و این چیزا، دلار رو تو گذاشت، اصلا جدی نگی، اصلا بهش فکرم نکن. تو یه ور اونا یه ور. کار، شغل، هر چی هم که داری، اولین چیزی که الان تو این سن به آدم دست میده اینه که آدم گیجه، نمیدونه با خودش چنده. انقدر شرایطو بد کردن، سخت کردن که تو هر شغلی داشته باشی، به واسطه هر کی رفته باشی یه جای خودت، یا خودت رفته باشی سر کار، هی از خودت این سوال میپرسی که من این همه سختی دارم میکشم، آیا واقعا راهم درسته؟ من که اینجوری بودم، اکثرا فکر کنم اینجوری به خودم میگم، من که دارم این همه سختی میکشم، از جوونی دارم میزنم، آیا راهم درسته؟ آیا کارم درسته؟ اینو بگم که من خب سنم پایینه، یعنی هیچ آنچنان تجربه‌ای هم ندارم. شما که دارین ویدیو رو می‌بینید خیلی تجربه از من بیشتره، خیلی علمت بیشتره و فوق‌العاده برام قابل احترامی. حالا من دارم اینو از دیدگاه خودم میگم، این که ما هر جایی هستیم، هر کاری می‌کنیم درسته. تو فکر کن از بین تمامی چی میگن راههایی که ما تو زندگی میتونیم، مثلا میخوای بری کافه، این کافه نمیری، میری این کافه، این کافه نمیری، میری این کافه، هزار تا کافه میتونی بری، ولی میری اون کافه میشینی، خب کافتم میخوری میری بیرون و تو اون راه انتخاب کردی و اون راه غلطی نبوده، شاید توش ضربه خوردی ولی اونم بهت یه درسی داده. پس ما تمامی راهایی که داریم یه جوری درستن، حالا نه به راه بیراه سمت معبود، اینا چرا معلومه غلط. یعنی هر جایی که داری کار میکنی سرزنش نکن خودت بابت سختی که داری میکشی. تو اگه خونم بودی یا اگه کاری دیگه هم میکردی جز اون کار، پیشرفتی که الان تو کار داری برات پیش میاد هیچ وقت قابل قیاس با اونا نیست، مطمئن باش بیشتره. دو اینکه ما تو این سن، من خودم یعنی یه جوریه که خب من خیلی کار کردم، مثلا خیلی کار کردم، حالا اینجوری نمیخوام بگم، میخوام که مثلا اصلا نمیخوام تعریف کنم زندگیمو الان، ولی برای دیگران اینجوری بگم، برای دیگران زیاد کار کردم. برای دیگران کار کردن نه اولش چیزیه نه آخرش، یعنی فقط تو یه پولی بابت کارگریت داری میگیری، یعنی در کنارش داری اون کارو یاد میگیری، ولی مطمئنا اکثرمون اینجوریه که داریم میریم سمت یه کاری که مثلا به حرفمون مربوط نیست. مثلا من عاشق موسیقی ام، بعد حالا الان کلاس میگم من خیلی ندارم، میخوام ندار حرف بزنم، کلاس موسیقی واقعا گرونه، یعنی 200 300 400 قیمت هر ماهشه و راحت تو خونه مثلا تو میتونی یاد بگیری، ولی خب اون اجباری که تو کلاس هست تو خونه نیست.
بعد اون مثل باشگاه دیگه، تو اصلا تو خونه میتونی یه سری حرکاتو اپ دانلود کنی تمرین کنی، ولی بری باشگاه بیشتر تمرین کنی چون پول دادی و بری بشینی تمرین کنی. خلاصه که زندگی اینجوریه که اول به ما گفتن اصلا چیزی که دوست دارم، موضوع پرید اصلا دقت کردی یادم رفت رشته کلام میگم مثلا امروز حالش نداشتم ویدیو بگیرم، اما داشتم میگفتم کار کردن واسه دیگران که کلا کارگریه. یکی اینکه بیایم واسه خودمون یه کاری بزنیم تو این شرایط. ما هممون الان تو این سن، حالا چه چند سال پایین‌تر چند سال بالاتر، هممون تو این ذهنیتیم که اگه الان ما این خوشگذرونی رو نداریم، این کارو نمی‌کنیم، این تفریح رو نداریم، این چیزا رو نداریم، مطمئنیم 4-5 سال دیگه 100% بهشون رسیدیم و داریم مثلا تجربهشون می‌کنیم. متاسفانه اینجوری نیست. یعنی تویی که الان منی که الان ندارم، اگه با همین طرز فکرم پیش برم 5 سال دیگه هم ندارم. و اولین چیزی که باید درست کنم ذهنیت خودمه. یعنی ذهنیتمو باید درست کنم که خودمو مثلا لایق اون چیزی که میخوام بهش برسم داشته باشم. یکی که با کارگری هیچ وقت من چیزی که میخوام نمیرسم، هیچ کس نمیرسه. پس باید بیایم به جای اینکه واسه دیگران کار کنیم، یه کاری واسه خودمون بزنیم. مثلا لباس بگیریم در حد مثلا جوراب، مثلا این چیزای کوچیک، بریم دست فروشی کنیم یه جا که اونم سختی خودشو داره. یا بریم مثلا بازار روز هر شهری، یه بازار هر شهری نیاز بازار رو بخریم، یکی دوتا جعبه ببریم مثلا بفروشیم. اینا میشه مثلا، البته چیزایی هستن که نیاز به سرمایه اولیه خیلی پایین دارن، مثلا در حد 1 تومن 2 تومن. یا اینکه آقا چیکار کنیم؟ بریم مثلا بریم دکه بزنیم، دکه مثلا غذا، بستنی، این چیزا که من ایده‌ش هم داشتم که الان دکه که بخوای بزنی کمش 60 خوری 70 تومن هزینه شه، که واقعا آدم با این هزینه اولیه به صرفه نیست بخواد این حرکت رو بزنه. منم میگم تجربه‌ام پایینه، سنم پایینه، چیز خاصی ندارم بگم اگه این کارو کنی پیشرفت میکنی، بهلول نیستم، در حد خودتونم شایدم پایینتر، حتی پایینتر. خلاصه که نتیجه میگیریم که برای دیگران کار کردن تا یه حدی خوبه، تا یه حدی که تو به اندازه‌ای که پول میگیری کار کنی، که خیلی کمتر از اینه که ما داریم کار میکنیم، یعنی خیلی کمتر از زحمتی که داریم سر کار میکشیم. بیایم واسه خودمون کار بزنیم. گام اولش چیه؟ خب گام اولش اینه که تو دانشگاه رو مثلا ما بیشترمون کنکور رو خراب کردیم. یعنی من خودم مثلا کنکور مثلا هیچ، و رفتم رشته تجربی بودم، بعد رفتم کجا؟ هنر، یعنی رفتم دانشگاه هنر، معماری دارم میخونم. حالا کار نداریم، ولی خب بازار کارم اوکی دیگه، مثلا ساخت و ساز این چیزو به خاطر این رفتم. و اینجوری بهت میگم یه چیز ترسناک تو دنیا وجود داره، یه فکت ترسناک وجود داره، اینه که آدم سر هر چیزی وقت بذاره یه نتیجه‌ای توش میگیره. نه 100%، یعنی نه اینکه تو مثلا نقاشیت خوب نباشه، یکی استعداد داره نقاشیش توپه اون اول، نه تو استعداد نداری نقاشیت هم خوب نیست، بری تمرین کنی کلاس 100% نقاشی یاد میگیری، 100% میتونی پایه و اساس اون طرحو بکشی، ولی مثل اون کسی که استعداد داره هیچ وقت نمیشی. خب پس تو هر کاری ما تلاش کنیم نتیجه رو میگیریم، چه بسا اگه کاری که دوست داریم باشه توش تلاش کنیم و 100 اون کار بشیم. و الان دیگه موقعیت این نیست که تو بیای بگی من میخوام مثلا برای یه چیزی وقت بذارم، برای چندها چیز وقت بذارم ببینم کدوم جواب میده. نه، الان یا بالاجبار باید سر یه کار وقت بذاری تو اون خوب چی، یا اگه بخوای سر چند تا کار وقت بذاری ذهنتو باز نگه داشته باشی که نمیشه با این وضعیتی که الان داریم، از این ور فشار اقتصاد، از اون ور فشار سیاست، از اون ور فشار قیم، اصلا تورم، سخت هندل کردن، باید از زندگی خودت بزنی اینجوری. من خب نمیخوام از نظر خودم، من خودم خب کار خودم نمیخوام بیام مثال بزنم چی جوری بوده زندگی من. اینجوری بودش که خب من یه چیزی بخوام اعتراف کنم، تو زندگیم کلا کم خواستم، یعنی نه از خدا، کلا تو زندگیم قانع بودم، یعنی یه چیزی به دست آوردم نرفتم دنبال بالاتر و این چیزها، سعی کردم همونو نگه دارم، تونستم یه مقدار افزایشش بدم، چه پول باشه چه معنویات باشه. خلاصه که کلا راه زندگی اینجوری بود که یهویی اتفاق میافتاد. مثلا داشتم میرفتم تجربی همینجوری رفتم، البته من درسم خیلی خوب بود، یعنی من بچگی فکر میکردم که واقعا میرم مثلا دکتر میشم، اینجوری بهت بگم، ولی خب همه چی خراب شد، همه چی دوره کرونا خراب شد و منم میدونستم، من فقط داشتم الکی میرفتم مدرسه. و الان میگم من کارم تو باشگاه است و
رشتم معماریه، بعد از موسیقی خوشم میاد. یه مقدار به هم مرتبط نیستن، یه مقدار که نه خیلی مرتبط نیستن، ولی داریم میگذرونیم با پول بسیار بسیار کم، با حقوق بسیار بسیار کم که حتی نمیخوام عددشو بگم، یعنی حقوقی که اصلا ناچیز حساب نمیشه. ولی خب من میرم سر کار، حتی جمعه ها میرم، به هر حال کار میکنیم، میگذرونیم. خوبه، شکر، لذت داره. کاری که برات تفریح باشه به نظر من کار محسوب نمیشه، میشه بخشی از زندگی و من دوستش دارم اینو. خلاصه که خیلی حرفا هست میشه زد به اشکال مختلف، با لحن‌های مختلف، با احساسات مختلف. سعی میکنم تو قسمت دوم قشنگتر بهتر بگم. حالا منم اونقدر اصلا موفق نیستم که اصلا این حرفو دارم میگم، ولی خب چیکار کنم، جرم که نمیکنم که، چیکار کنم، خودم دلم گرفته دیگه، گفتم بیام این چیزا رو مثلا آپلود کنم یه جا باشه، شاید بعداً به یه جایی رسیدیم نگاه کردیم زندگی همینه دیگه. زندگی به غیر اینا چیزی نیست. زندگی خودتی و آدم‌های دورتو. صدای موتور اومد نشنیدین؟ وای صدا موتور ماشین. آره خلاصه زندگی همیناست دیگه، خوشبختی این چیزاست دیگه، همیناست که میمونه، وگرنه ما فقط همدیگه رو داریم. بدرود.